زبان فارسی و به گویش دزفولی سخن میگویند. این لهجه شامل دو گویش عمده حیدرخانه و صحرابدری است. دزفول با پیشینه‌ای چند هزار ساله از قدیمی‌ترین شهرهای کشور به شمار می‌رود. پیشینه تاریخی آن به زمان ساسانیان باز می‌گردد، ولی پیش از ساسانیان هم آباد بوده و بخشی از سرزمین‌های امپراتوری ایلام و هخامنشیان به شمار می‌رفته است. در گذشته شهری در محل کنونی دزفول با نام آبان قرار داشته که پایتخت نخستین تمدن گسترده ایلامیان بوده است. قدیمی ترین الواح و اسناد کشتیرانی و موسیقی جهان مربوط به 8000 سال پیش در دزفول کشف شده است. در باب وجه تسمیه این شهر چنین نوشته‌اند: واژه دزفول معرب واژه پهلوی دژپل می باشد. دزپل یا دژپل را در گویش بومی دزفیل یا دسفیل گویند و معادل عربی شده آن دزفول است. دژ به معنی قلعه و سکوی دیدبانی است و چنین برمی آید که نام دزفول یا دزفیل از نام دژ ساخته شده در کنار پل قدیم گرفته شده، پلی که در زمان شاپور اول ساسانی بر روی رودخانه دز احداث گردیده است. دزفول دارای فرهنگ و تمدن دیرین و چند هزار ساله است. آثار و نشانه‌های گرانقدری از تاریخ و فرهنگ ادوار و تمدن‌های آشور، سومر، ایلام، هخامنشیان و ساسانیان را تا کنون در مشت‌های بسته خود نگه داشته که هنوز آنطور که باید شناخته نشده است. دزفول در سرزمینی قرار دارد که حاوی هزاران سال تجربه با آجر ساختن است. بافت آجری دزفول شامل محلات قدیمی در هم تنیده، خانه‌ها، مساجد، سابات‌ها، حمام‌ها و گذرگاه‌های قدیمی با معماری خاص و تزئینات زیبا و بی‌نظیر این شهر را به عنوان موزه آجری ایران معروف نموده است. از دیگر جذابیت‌های بافت تاریخی دزفول وجود سابات‌های مختلف در این بافت است. سابات که در زبان محلی دزفول سعبات خوانده می شود، دالان سرپوشیده باریکی است در بافت قدیم شهر که در گذشته باعث پیوستگی بین محلات، سایه‌دار نمودن کوچه به صورت‌های مختلف، استفاده بهینه از فضاها و امنیت بیشتر معابر بوده است. از مهمترین سابات‌های دزفول می‌توان به سابات کتابی، سابات بازار قدیم، سابات زرشناس، سابات کاظم لامی و سابات عزیزی پور اشاره نمود. وجود خانه‌های قدیمی و تاریخی در دزفول این شهر باستانی کشور را به آلبومی با جذابیت‌های خاص گردشگری تبدیل کرده است. خانه‌هایی با هویت ایرانی دارای حیاط‌ها، اندرونی‌ها و بیرونی‌ها، طاق‌ها، پنجره‌ها، دیوارها، درها، عروسی‌ها و اتاق‌های آینه‌کاری و نقاشی